نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه‌ای که برنامه شماست و در این برنامه شما عزیزان می توانید تماس بگیرید و درد دلهای خودتون رو با ما در میان بگذاریم. و این برنامه در طول هفته در روزهای جمعه برگزار میشه. امروز برنامه رو یک کمی زودتر شروع کردیم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و تماس‌های شما را هم داشته باشیم و در مورد مسائل گوناگونی که دوست دارید صحبت بکنید انشالله در خدمت شما خواهیم بود. و از طریق صفحه یوتیوب برنامه هم می توانید شما عزیزان با ما تماس بگیرید و همچنین از طریق صفحه فیسبوک. من این بخش زنده رو اینجا خدمت شما عزیزان در فیسبوک هم به اشتراک بگذارم که دوستان عزیزی که میخوان در برنامه اشتراک بکنن انشاءالله از طریق فیسبوک هم مشکلی نداشته باشن. بله. تا برگزاری تماس‌های شما عزیزان و دوستان حتما شماره تلفن برنامه رو هم زیرنویس کردن. من امروز همین که داشتم به طرف استودیو می اومدم یکی از دوستان تماس گرفته بود و بیان میکرد که خب نظر دین کلا در مورد کار کردن خانم ها چی است. بعضیا میگن که جایز است و بعضیا میگن جایز نیست و شما یک صحبتی در این مورد داشته باشید. دوستان عزیز، مسئله کار کردن یا کار نکردن و نظر دین و شریعت در مورد کار کردن خانم ها در بیرون از خانه نیست. دین مبین اسلام با کار کردن خانم ها مشکلی نداره. نه علمای دین، نه فقها و هیچ کس از کسانی که به اسم دین صحبت میکنن فکر نمی کنم که این جرأت رو به خودشون بدن بگن که کار کردن زن جایز نیست. مشکل این است که در محیطی که فعلا در اکثر جوامع وجود داره، چه در کشورهای اسلامی چه در کشورهای غیر اسلامی، محیط سالم برای کار کردن بانوان وجود ندارد. یعنی به این معنی که اسلام مخالف اختلاط است، مخالف کار کردن زن و مرد در کنار هم و در یک فضا و فسادهایی که به این سبب در جامعه ایجاد می شود. اسلام مخالف این است، مخالف کار کردن نیست. مادامی که اگر فضای سالم دور از فسق و فجور و فساد برای کار کردن خانم ها وجود داشته باشد، اسلام با آن مخالفتی ندارد. این یک مسئله دیگر، اکثر کسانی که در طول 100 سال اخیر از زمانی که قضیه آزادی زن و حقوق زن و اینا مطرح شد، وقتی که شعار کار کردن و آزادی و مساوات برای خانم ها رو سر میدن، هدفشان یقین داشته باشید که آزادی زن نیست. هدفشان بردگی زن است. هدف اونا این است که در هر اداره‌ای، در هر
مکانی در هر گوشه ای از شهر و بازار بتوانند از وجود زنهایی که حالا طبق خواهشات اونها باید لباس بپوشند، طبق خواهشات اونها باید حضور داشته باشند، لذت ببرند. و این هدف اصلی است. هدف آنها حقوق زن نیست. ما امروز می‌بینیم در بسیاری از کشورهایی که شاید زنها به شکل ظاهری 100% حقوقشان را در میدان کار و در اجتماع حاصل کرده باشند، اما میزان فساد و بدبختی و استرس و امراض روحی روانی که زنها در این جوامع گرفتار اون هستند رو شما نمیتوانید تصور بکنید. و این به سبب این است که زن رو خواستن از اون فطرتی که الله سبحانه و تعالی او رو برایش آفریده است بیرون بکنن، زن رو وارد محیطی بکنن که با فطرت او، با خلقت او سازگار نیست. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. از نشانه‌های قدرت الله سبحانه و تعالی این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید، هم برای زن همسری آفرید و هم برای مرد همسری آفرید. لتسکنوا الیها، که شما در کنار او آرام بگیرید. این آرامش امروز در جوامعی که زنها هم پایه مردها کار میکنن، در پرداخت هزینه خانه با هم مشترکاً مساویانه هزینه زندگی رو پرداخت میکنن و در همه شؤونات زندگی با هم در بیرون به قول خودشون دوش هم دیگر عمل میکنن، این سکون در این خانواده ها وجود ندارد. نتیجهش رو شما امروز میبینید در کشورهای غربی، در بعضی از کشورهای اسلامی که این فرهنگ غربی در آنجا به اصطلاح جایگزین فرهنگ اصیل اسلامی شده است رو شما دارید ملاحظه میکنید. انواع امراض روحی و روانی که خانم ها گرفتارش هستند و عدم وجود این سکون و آرامشی که در یک خانواده اسلامی و در یک خانواده‌ای که آنطوری که الله سبحانه و تعالی میخواهد و باید وجود داشته باشد در این گونه زندگی ها و خانواده ها وجود ندارد. این سکون وقتی ایجاد می شود که هر کس وظیفه خودش را انجام بدهد. وقتی که شما یک زنی را 8 صبح از خانه بیرون می کنید به بهانه اینکه باید بره کار بکنه، مساویانه با یک مرد باید کار بکنه و از 8 صبح تا 4-5 عصر در بیرون از خانه کار میکنه، بعد از اون میاد خونه. وقتی که خانه آمد دیگه حال و حوصله توجه و اهتمام به خانه و زندگی را نخواهد داشت. اصلا چرا در جوامع غربی، در جامعه‌ای که به اصطلاح حقوق زن و مرد برابر است، توجهی به فرزند و تربیت فرزند و تشکیل خانواده وجود نداره؟ چون خانواده در این جوامع معنی نداره. مرد خونه هم ساعت 8 از خونه میزنه بیرون، زن خانه هم از ساعت 8 صبح یا 7 صبح یا قبل یا بعدش میزنه بیرون. در بعضی از این کشورها کسایی که کار میکنن، کارمندن یا کارگرن، مجبورن که ساعت 4 و 5 صبح از خونه خارج بشن، در صف مترو و مسیر راه و خلاصه تا سر کارشون برسن. بعد از اونم که خسته و کوفته میان. آیا اینها میتوانن برای زندگی فکر بکنن، برای تشکیل خانواده فکر بکنن؟ امروز نبودن یک خانواده سالم و کانون گرم خانواده یکی از آرزوهایی است که غرب گرفتارش است. اونها با حسرت به سوی خانواده های مسلمانی که در اونجا زندگی میکنن و اون ارزش های اسلامی رو حفظ کردن نگاه میکنن، ای کاش ما مثل اینا آرامش داشته باشیم. و متاسفانه این آرامش رو ندارن. چرا؟ چون وظیفه‌ای که باید زن انجام بده رو ازش گرفتن، به جای اون وظیفه‌ای بهش دادن که این وظیفه اون نیست. شاید الان بعضیا بگن خب هر کسی باید برای خودش شخصیتی داشته باشه، هر کسی باید برای خودش درآمدی داشته باشه. ببینید، مسئله تنها مسئله تجارت و درآمد و کسب و کار نیست. همونطوری گفتیم اسلام با کسب و کار زن مخالف نیست، اما
با اینکه زن رو از محیط خانواده بیرون بکنن و به عنوان یک بازیچه‌ای، به عنوان یک ابزار استفاده جنسی، ابزار لذت مردان در اداره ها، در شرکت ها، در کوچه و بازارها، در مغازه ها به نمایش بگذارن تا از صبح تا شام صدها بلکه هزارها مرد از جسم او و از وجود او لذت ببره، بعد از اونم اون خسته و کوفته بیاد خونه، حال و حوصله این رو هم نداشته باشه که اصلا به شوهرش یا به خانواده یا به فرزند فکر بکنه. و این سبب شده که امروز جوامع غربی دچار یک مشکل جدی اجتماعی در اونجا شدن. از یک طرف عده‌ای اومدن همین تجربه تلخی رو که در غرب امروز گرفتارش هستن و کوشش میکنن که از این معضله خودشون رو خارج بکنن رو میخوان بیاد در کشورهای اسلامی پیاده بکنن. مثلا امروز بزرگترین دردسر سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر و حقوق زن در دنیا این شده که مثلا چرا زنها در افغانستان کار نمیکنن، چرا زنها در فلان کشور کار نمیکنن. جدا از این مسئله کار کردن یا کار نکردن، همونطوری که گفتیم کار کردن زن در یک جامعه اسلامی ممنوع نیست. نه قرآن ممنوع کرده، نه پیامبر صلی الله علیه و سلم ممنوع کرده. اما آنچه که اسلام مخالفش هست اختلاط و وجود جوی از مملو از فساد و فحشا و منکرات که زن در اونجا به عنوان یک بازیچه و به عنوان یک وسیله خوشگذرانی استفاده بشه. و این رو ما در دوران جمهوریت که در افغانستان بود شاهدش بودیم که از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا همه ارگانهای دولتی گرفتار فساد بودن. فساد به خاطر چی؟ فساد به خاطر اینکه عده‌ای تا یک زنی، یک دختری به خاطر کار کردن مراجعه میکرد، شرط قبولی اون رو چه قرار داده بودن؟ که باید این تنش رو به اصطلاح به این شخص، به این رئیس یا به این مدیر تحویل بده. و این سبب شده بود که از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا کوچکترین اداره تا پارلمان همه آغشته در زنا و فحشا و فساد شده بودن. اما زن میتونه تجارت بکنه، زن میتونه در کارهایی که مخصوص و ویژه زنها است، در کارهایی که زن میتونه به شکل سالم این وظیفه رو انجام بده و سودی به جامعه برسانه. در زمینه تعلیم، در زمینه تربیت زن میتواند کار بکند، البته با در نظر گرفتن شرایط خاصی که برای وجود زنها و کار زنها باید یک حکومت اسلامی برایشان مهیا بکند. از جانب دیگر حالا شما فکر بکنید مثلا شما در یک جامعه، در یک شهر اومدید به 1000 زن کار دادید. میدونید معنی این چی است؟ یعنی 1000 مرد رو بیکار کردید، 1000 خانواده رو گرسنه کردید، 1000 زن رو از ازدواجش مانع شدید و هزاران فرزند رو گرسنه کردید. اما اگر این رو برعکس فکر بکنیم، اگر شما به 1000 مرد کار دادین، برای 1000 زن زمینه ازدواج با یک مردی که شغل دارد رو مهیا کردید، زمینه سرپرستی برای 1000 خانواده رو مهیا کردید و زمینه زندگی سالم برای هزاران کودک رو مهیا کردید. امروز چرا در خیلی از جوامع که زنها با مردها باید برابر کار بکنن، صبح تا شام زن و مرد با هم کار میکنن، کرایه خونه رو با هم تقسیم میکنن، خرج خونه رو با هم تقسیم میکنن، حتی یک رستورانی هم که بخوان برن با هم باید این مصارفی که در اونجا میشه رو، خرچی که غذایی که میخورن رو، حالا گاهی اوقات شاید یکیش پرداخت بکنه، گاهی کسی دیگر پرداخت بکنه یا مشترکاً با هم پرداخت میکنن. و همین سبب شده که چیزی به اسم خانواده در این جوامع معنا و مفهومی نداشته باشد. این مطلبی بود که خواستم در جواب عزیزی که سوال کرده بودن در این مورد بیان بکنم. دوستان شماره تلفن رو زیرنویس کردن. بعضی از عزیزانی که تماس گرفتن من ازشون معذرت میخوام. از این لحظه به بعد میتونید تماس بگیرید و صدای گرم شما عزیزان رو در برنامه خواهیم داشت. یکی از دوستان شکایت میکرد از
وضعیت زندگی خودش که احساس سعادتمندی نمیکنه، احساس خوشحالی نمیکنم، از زندگی خودم لذت نمیبرم، سبب چیست؟ ببینید، یک مسئله رو باید ما در زندگی خودمون همیشه در نظر داشته باشیم. هیچ دوستی 100% در زندگی وجود ندارد. این رو یقین داشته باشید. یعنی هیچ کس دوست 100% شما نیست. هیچ ازدواجی 100% موفق نیست. هیچ همسری، چه زن باشد چه مرد باشد، 100% آنچه که ایدئال و شخصیتی که در ذهن شما نقش بسته بود و ترسیم شده بود و شما میخواستید نیست، وجود ندارد، اصلا امکان ندارد. هیچ تجارتی، هیچ کاری در دنیا 100% سودمند نیست. ضمانت نمیشه کرد که فلان کار، فلان تجارت، فلان شغلی 100% ضامن زندگی شماست. زندگی انسان همیشه گل و گلستان نیست. یک مثالی هست در عربی میگن دوام الحال من المحال، یعنی زندگی همیشه به یک صورت، همیشه در شادی، همیشه در موفقیت، همیشه در خوشبختی، همیشه در سعادتمندی وجود ندارد. همچین زندگی هرگز وجود ندارد. شما هیچ انسانی رو در دنیا نمیتوانید پیدا بکنید که در زندگی خود 100% موفق باشه، 100% خوشحال باشه، 100% راضی باشه. حتی همونایی که شاید پولدارترین مثلا بازیگرای فوتبال، سینما و هالیوود و بالیوود و غیره رو شما فکر بکنید، ببینید چقدر در زندگیشون مشکلات هست. چه تعدادی از اینها خودکشی کردن، چه تعدادی گرفتار اضطرابات نفسی و روحی و روانی شدن، چه تعداد از اینها از هم دیگه طلاق گرفتن، زن و شوهر از هم دیگه جدا شدن، چقدر از اینها مواد مخدر استفاده کردن، حتی به سرحد مرگ رسیدن. چرا؟ چون که فکر میکنید که با پول میشه مثلا زندگی شادی داشت، سعادتمند شد. امکان نداره. انسان باید واقع‌گرا باشه. انسان‌هایی که در خواب و خیال زندگی میکنن، انسان‌هایی که همیشه یک چیزی که کاملا بدون هیچ مشکل و بدون هیچ به اصطلاح اشکالی رو در زندگی خودشان میخوان تصور بکنن، این امکان نداره. در این دنیا همچین زندگی که سراسر شادی و سعادت و خوشبختی 100% باشه وجود نداره. شاید بعضی بگن خب چرا بعضیا خوشبختن؟ فرق در یک نکته خیلی مهمی است، در قناعت، در رضایت. یک بنده مسلمان و مؤمنی که از این مشکلات و سختی ها و بعضی از چالش هایی که در زندگی هست چشم پوشی میکنه، اون جانب مثبت زندگی خودش رو نگاه میکنه، به اون جانب مثبت زندگیش دل میبنده. این انسان میشه انسان سعادتمند، انسان خوشبخت. انسان هایی که منفیگرا باشن، جوانب منفی زندگی رو همیشه تبارز بدن، همیشه داد و بیدا بکنن، همیشه از مشکلات سخن بگن، همیشه در رنج و غم و اندوه تسلیم بشن، اینها انسان هایی هستن که هیچ وقت راضی نمیشن از زندگی. ببینید دنیا دنیاست. دنیا جنت نیست، بهشت نیست. در بهشت است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه در اونجا غمی است، نه در اونجا اندوهی است، نه در اونجا هوا و هوسی است. سراسر شادی، سراسر سعادت است، سراسر نعمت است. اما دنیا امکان نداره مثل جنت باشه. پس این دنیا رو به همین شکلی که هست قبول بکنید. این دنیا رو به عنوان یک دنیا با همه سختی ها و مشکلاتش بپذیرید.
هیچ وقت یک زندگی ایدئال، یک زندگی 100% بدون مشکلات و سختی ها و اینکه شما 100% در این دنیا به آرزوهایتان برسید امکان ندارد. تنها در جنت است که انسان میتواند در اونجا 100% راضی باشد. پس دنیا را به شکل دنیا قبول بکنید، در دنیا قانع باشید. قناعت بزرگترین نعمتی است که الله سبحانه و تعالی به یک انسان میتواند بدهد. رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زندگی، این بزرگترین نعمتی است که یک انسان میتواند داشته باشد. یک انسان ثروتمند و پولدار شد در یک قصر خیلی بزرگ و مجلل با هزاران ناز و نعمت زندگی بکند، همه انواع آسایش های زندگی برای میسر باشد، اما سکون و آرامش نداشته باشد، چون رضایت وجود ندارد، قناعت وجود ندارد. برعکس می توانید یک بنده خیلی فقیری رو در یک کلبه محقری ببینید که از صدای خنده ها و قهقهه او و فرزندانش و همسرش لذت ببرید. چرا؟ قناعت داره، رضایت داره و دنیا رو آنطوری که هست قبول کرده و اون از خوشبختی واقعی. امیدواریم الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان خوشبختی در دنیا و آخرت رو نصیب بکنه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام حضرت جان. سلام علیکم حضرت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. علیکم حضرت، یک سوال دارم از پشت همین مولایی که نماز میخونیم، مثال پیشین چی نماز هست، از قبل نماز امام سنت نمیخونم، ما پیشین میخونم فرض روی برام چی میشه که بخونیم؟ هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره برادر عزیز. اگر که یک امامی فقط نماز فرض را میآید با جماعت میخواند و شما پشت سر او نماز فرض را میخوانید، در نماز شما هیچ اشکالی وارد نمی شود. چرا؟ انسانی که سنت را میخواند، سنت ها را میخواند، این انسان اجر و پاداش میگیرد و اگر ترک میکند از این اجر و پاداش محروم میگردد. غیر از سنت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردند، سنت هایی که تاکید کردند اگر آن سنت ها را ما ترک بکنیم گناهکار میشیم به اندازه ترک سنت. اما شما نماز فرض را پشت امامی که سنت را ترک میکند یا سنت را نمیخواند بخوانید، اشکالی ندارد. وانگهی اکثر سنت ها، اکثر امامانی که در بعضی از مساجد هستند طبق سنتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، نماز سنت را در خانه باید خواند، چون که اهل بیت، همسر، فرزندان ببینن نماز خواندن پدرشان را. به همین دلیل شما فکر نکنید که حتما این نمیخواند، شاید خوانده است و شما خبر ندارید. هست حضرت، هست نفرایی که قطعا سنت نماز نمیخونن، فقط فرض میخونن. این هم از جانب چچنی اگر که شنیدگی باشین این ملت رو، چچنو اونها نمیخونن، سنت نمیخونن، فقط فرض در نماز میخونن، نه در خونه و نه در مسجد میخونن سنت. از پس اینها خوندن آیا جایز هست؟ جایز است، جایز است، مشکلی نیست، مشکلی نیست. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. ببینید برادر عزیز، خواندن ترک سنت، کسی که سنت را ترک میکند یک انسان بدبخت است. یعنی واقعا خودش را از یک نعمت خیلی بزرگی که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برایش مهیا کرده است محروم میسازد. این یک انسان بدبخت است. قبول نکردن سنت گناه است. اگر این شخص سنت را نمیخواند به معنی اینکه قبول ندارد، رد میکند، این گناهکار است. این انسان مبتدع است. شما مثلا ازش بپرسید که آیا سنت قبل از نماز و بعد نماز رو قبول دارد که این سنت پیامبر است؟ اگر گفت نه قبول ندارم، اصلا این سنت پیامبر نیست، در این صورت این انسان مبتدع است، نباید پشت سرش نماز خواند، چون انکار سنت کفر است. انکار سنت انسان رو در گاهی اوقات از دایره اسلام خارج میکند، کافر میکند. اما نمیخواند، چون در خواندن نماز سنت اجباری نیست. یکی میخواند، یکی نمیخواند. حالا رأی مذاهب فرق میکند. مثلا در مذهب حنفی تاکید بیشتری شده از روی خواندن نمازهای سنت، در بعضی از مذاهب دیگر نه.
حتی مثلا وتر میگن که وتر واجب است در مذهب حنفی، اما در بقیه مذاهب وتر سنت مؤکده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نکردن اما میگن واجب نیست، در مذهب حنفی میگن واجب است. خلاصه کلام این که اگر به مجرد ترک کردن سنت شما پشتش نماز بخوانید، نماز شما صحیح است، هیچ اشکالی ندارد، نماز او هم صحیح است. اما اگر سنت رو انکار میکند، میگوید که نه همین 2 رکعت قبل از نماز صبح سنت پیامبر نیست، که در حالی که در این مورد حدیث صحیح و صریح هست، این رو انکار بکند، این انسان کافر است و پشت او نماز خواندن جایز نیست. انکار سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کفر است. سنت صحیح، سنتی که با احادیث صحیح متفق علیه در کتب صحیح احادیث ثابت شده باشد. اما مثلا یک حدیث ضعیفی است اون رو رد بکند، اوکی، در این مورد مشکلی نیست، اما حدیث صحیح و صریح رو رد بکند یک انسان کافر می شود. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد، خوب هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. جناب استاد یک سوال داشتم درباره همین آیت سوره احزاب که هست، درباره اهل بیت که هست. بفرمایید کدام آیت؟ آیت 33 که وقرنا فی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى واقیمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا الله ورسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. درست. جناب استاد همین آیت اهل بیت چی کسانی هدفش هست؟ میره واضح برام بگین استاد. باش، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. استاد اما تو لایو باشه خوبتر از شنو استاد میشه که اگه سوال دوام در همین مربوطه در همین رابطه گپ بزنیم. بسیار خوب. در اینجا منظور از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجا همسران پیامبر، دختران پیامبر و کسانی که در خانه پیامبر زندگی میکردن، یعنی پیامبر، همسرانش و فرزندانش منظور هست. استاد یعنی اهل بیت استاد در صحیح مسلم که حدیث 2408 تصویر کنم گویا گفته زنان پیغمبر اهل بیت نیستن. استاد در این باره خیلی شما چی نظر دارین؟ ببینید اهل بیت دو نوع هست. یکی اهل بیتی است که همسر طرف، فرزندان طرف، مادامی که زن در نکاح یک شخص باشد اهل بیت او منسوب می شود. درست است؟ و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکی از نگاه نسب است که آل جعفر، آل علی، آل عباس، اینا همه از بنی هاشم اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم محسوب می شوند. یکی اهل بیت است همسر طرف. یعنی الان من به شما میگم که اهل بیت شما کیا هستن، شما چی میگید؟ اهل بیت شما کیا؟ دقیقاً. اما اگر امی خانم شما از شما طلاق گرفت، جدا شد، آیا اهل بیت شما محسوب می شود؟ نه دیگه نمیشه. پس اهل بیت شما مادامی محسوب می شود که در نکاح شما باشد. همه همسران پیامبر که در نکاح ایشان بودند جز اهل بیت پیامبر هستند. و همچنین اهل بیت نسبی پیامبر، اهل بیت نسبی پیامبر آنهایی هستند که از به اصطلاح بنی هاشم و از نسل جعفر و عباس و اینا بودن. درست استاد. حدیث که درباره حضرت فاطمه و حسن و حسین و علی که باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زیر چادر یارشان و گفت که اللهم هؤلاء اهلی. استاد اینجا بازی 5 نفر شامل میشن نمیشن 4 نفر؟ اینا شامل میشن چون بر اساس حدیث کساس ثابت میشه که اینها هم اهل بیت هستن. ببینید وقتی که این آیات نازل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن عبای خودشان را بر سر اینها انداختن، گفتن بارلاها اینها هم جز اهل بیت من هستن، یعنی اینها هم مشمول امین آیه باید شبن. استاد در این آیت اهل بیت کلش شامل است، هم علی، فاطمه، هم زنان پیغمبر. بله. اما یک مشکلی است. ببینید اهل بیت یک مشکلی که اهل بیت ببخشید
بفرمایید. بفرمایید. استاد اهل بیت هدف است که کلش یعنی همین مثلا ما گفتم تام که دختر پسر زن خانم یعنی کلش ما محرم هستن، درست است؟ اینا استاد حضرت علی با زنان پیغمبر خو محرم نیستن. بله. اینا استاد چطور جزء اهل بیت است؟ گفتم یکی اهل بیت نسبی است، یکی سببی است، یکی از نسل، یکی از طریق نسل اهل بیت میشه، یکی از طریق ازدواج اهل بیت میشه. همسر انسان از طریق ازدواج اهل بیت انسان محسوب میشه و اینایی که از به اصطلاح نسل انسان باشن اینها اهل بیت محسوب میشن. چون که حضرت مثلا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آمد با حضرت فاطمه ازدواج کرد و وقتی که با دختر پیامبر ازدواج کرد آیا علی جز اهل بیت حساب نمیشه؟ این از یک طرف. از طرف دیگر علی کی است؟ پسر عموی پیامبر است، از رگ و ریشه پیامبر است. استاد باز امی حدیث دوم در سنن ترمذی که از سید رئیس خدای فکر کنم که ام سلمه روایت کرده که امی حدیث کبیر گفتیم که امی 4 نفر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدا زد، علی، فاطمه، حسن، حسین. باز ام سلمه گفت یا رسول الله، گفت ما از جمله هستم. پیغمبر گفت تو از ازواج هستی و در جای خود الا خیر الا خیر. تو از اهل خیر هستی، یعنی تو هم هستی از اهل بیت، تو هم هستی، نیاز نیست که تو رو زیر کسا بیاریم، دیگه هستی. استاد خیر در دوجه یک جا گفتم که انت من ازواجک، تو از زنان هستی. استاد خیر چرا نگفت که انت من اهل؟ ببینید وقتی که از زن شد اهل بیت است، چون یک چیز واضح و آشکار است. این استاد خیر من یک چیز دارم. بفرمایید. سلامت چطور نفهمید که اهل بیت است استاد؟ خیلی کسا خیلی چیزا رو نمیفهمیدن. اون وقت احکام دین نازل میشد. مثلا حضرت علی طبق روایات صحیحی که پیش شیعه و سنی هست حکم مزی را نمیفهمید. کسی را روان کرد مقداد را پیش پیامبر، حکم مزی را پرسید. یعنی خیلی از احکام رو بعضی از صحابه نمیفهمیدن، چون احکام نازل میشد به بعضیا خبر نمیرسید، نمیفهمیدن. اما وقتی که شما به قرآن مراجعه بکنید، در هر جایی از قرآن که اهل بیت ذکر شده است منظور کی است؟ همسر طرف است. استاد دیگه لفظ چطور مذکر شده میرم ببخشید بسیار در زبان عربی وقتی که جمع مؤنث و مذکر باشد صیغه مذکر استفاده می شود. این جزء یعنی اصول زبان عربی است. بله استاد درست. حدیث مسلم استاد خیلی گفتن که زنان از اهل بیت نیستن. استاد خیلی اگر درباره از معلومات بدین استاد. 2408 صحیح مسلم. باش چشم. شما خط میکنید یا روی خط میباشید؟ باشه. مثلا الان یک آیه رو من اینجا خدمت شما در اینجا بیان میکنم. وقتی که بشارت فرزند برای ابراهیم علیه السلام داده شد، بله. در آن موقع وقتی فرشتگان آمدن بشارت فرزند دادن، به امرای حضرت ابراهیم در خانه کی بود؟ خانمش. بله. خودش و خانمش بود. الان مثلا شما سوره هود آیه 73 رو اگر که بخوانید، قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. در اینجا منظور از اهل بیت ابراهیم کی است؟ پسر عموش؟ پسر داییش؟ نه، منظور از اهل بیت ابراهیم علیه السلام همسرش است. پس در زبان عربی هر جایی که کلمه اهل بیت ذکر می شود در درجه اول همسران طرف هست. اما در حدیث صحیح مسلم که در اونجا قضیه خمس مطرح است، خمس فقط به اهل بیتی که از نسب پیامبر باشند داده می شود. متوجه هستید؟ مثلا فاطمه هست، علی هست، عبدالله ابن عباس هست، عباس هست، جعفر است، فرزندان جعفر است. اینا چون اهل بیت نسبی پیامبر محسوب می شوند، به اینها خمس غنایم تعلق می گیرد. متوجه هستید؟
استاد این چند اهل بیت در چی داره در بر داره؟ آنچه که در قرآن اهل بیت ذکر شده فقط منظورش همسران پیامبر و دختران پیامبر است. حتی شما مثلا همین آیه رو که ذکر کردید، شما وقتی که برید قبل از اون رو همه آیت ها رو بخوانید، خطاب به کی است؟ یا نساء النبی لستن، کلا خطاب به همسران پیامبر است. درست است؟ بله. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقتی این آیه میاد در اینجا، چرا صیغه مذکر ذکر میشه؟ چون که جمع مذکر و مؤنث در عربی وقتی ذکر میشه بر روی صیغه مذکر اطلاق میشه. متوجه هستین؟ این جزء ادبیات عربی است. مشکل در این نیست برادر عزیز که کی اهل بیت است که اهل بیت نیست. متوجه هستید؟ مشکل در این است که برادران شیعه ما میان چی میگن؟ میگن این آیه تطهیر است. تطهیر یعنی چی؟ یعنی پاک شدن. بله. میگن به دلیل این آیه حسن و حسین و فاطمه و علی اینا که هستن اینا پاک هستن. پاک شدن چی است؟ میگن معصوم هستن، یعنی پاک از گناه و معصوم هستن. اختلاف در اینجا شروع میشه. حالا بالفرض مثال اگر ما در این مسئله اختلاف داشته باشیم که اهل بیت، زنان پیامبر اهل بیت هستن یا اهل بیت نیستن، این یک مشکل جدی برای امت اسلامی ایجاد نمی کرد. مشکل در این است که شیعیان میگن که این آیه تطهیر است، تطهیر اهل بیت است، دلیل عصمت است. متوجه هستید؟ دلیل عصمت است و امامان ما معصوم هستند. بالفرض محال همین حرف اونا رو قبول بکنیم و دلیلم باز میارن از صحیح مسلم، میگن که پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین رو زیر عبا آورد، گفت که پروردگارا اینا هم اهل بیت من هستن، اینا رو هم پاک بکن. خداوند هم گفت تمام، ما اینا رو پاک کردیم. الان پاکی این 4 نفر ثابت شد، یعنی عصمت این 4 نفر ثابت شد. عصمت 8 امام دیگر شیعه از کجا ثابت میشه؟ 8 امام دیگر هم باید عصمتش رو ثابت بکنن، نه وگرنه امامت ناقص میشه، چون امامت 12 امام است. ثانیاً اگر این تطهیر در اینجا معنی عصمت و پاکی را بدهد که این کسانی که جزء اهل بیت هستند و خداوند در مورد اونها آیه تطهیر را نازل کرد، پس اینها پاک هستند، معصوم هستند و شایستگی امامت را دارند و اینها انسانهای خارق العاده هستند که از طرف خداوند تزکیه شدند. شیعه همین را میگوید. درست است؟ بله. ما میریم در سوره انفال. در سوره انفال آیه 11، اگر مصحف دارین باز کنید، آیه 11 سوره انفال رو باز کنید پیشتون. همه ما میدانیم که بله، همه ما میدانیم که در جنگ بدر 313 نفر از صحابه حضور داشتن و این 313 نفر قبل از اینکه جنگ شروع بشه خداوند بر اینا یک آلت خوابالودگی را آورد. در سیرت خوانده باشین شاید. همین مسئله رو خداوند در سوره انفال آیه 11 ذکر میکنه. میگه که و اذ یغشیکم النعاس امنة منه، آن وقتی که شما را یک خواب سبکی برای آرامشتان از طرف الله سبحانه و تعالی فرا گرفت. و ینزل علیکم من السماء ماء، و از آسمان برای شما آب را نازل کرد. لیطهرکم، که شما را پاک بگرداند. لیطهرکم، که شما را پاک بگرداند. و یذهب عنکم رجس الشیطان، که پلیدی های شیطان را از شما دور بگرداند. و لیربط علی قلوبکم، که قلب های شما را چی کنه؟ دلهایتان را محکم بکنه. و یثبت به الاقدام، که گام های شما را استوار بکنه. اگر منطق ما اهل سنت مثل منطق شیعه باشه، ما هم میگیم که 313 نفر از صحابه‌ای که در بدر بودن همه ایشان معصوم هستن و پاک هستن. چون که در اینجا نه تنها مثل که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا گفت در اون آیه، درست است، از اون برداشت کردن که
امامان ما معصوم هستند و پاک هستند. پس ما هم می توانیم بگوییم اگر ما هم پیرو هوا و عبس باشیم علیاذ بالله، بگوییم که 313 نفر صحابه همه پاک هستند، معصوم هستند، شایستگی خلافت پیامبر را دارند، چون در اینجا میگه لیطهرکم و یذهب عنکم رجس الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. تازه چند صفت دیگر هم در اینجا اضافه کرده است. درست استاد، درست فرمودین استاد. من میخوام در حساب تحقیق میکنم استاد، چون من میخوام اصلی گپ باید تمام معلوم شه. خودم اهل سنت هستم استاد، اما بعض مثلا شبهات که نه آدم برای حل بسته، چون آدم فکر خود با دلیل منطق درست حل کنه. استاد امیه ببخشید در این حساب که سوال من است که استاد این سوره توبه را مثلا شما ببینید شأن نزول سال نهم نیست اگه اشتباه نکنم، درست استاد؟ بله. اما استاد ببین قضیه‌های ای زمان غار پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت ابوبکر بودن این رو شاید میگن استاد، اینا لگه آیات قبلی و بعدی رب داشته باشه خیلی سوره که در سال نهم یعنی شأن نزول سال نهم هجری است، اما قضیه وقت هجرت پیغمبر بیان میکنه، نه وقت پیغمبر هجرت کنه. بله ببینید شأن نزول سوره، ببینید میگه این سوره مدنی است، درست است؟ ما در قرآن کریم سوره مکی داریم، سوره مدنی داریم. شما میدانید که قرآن کریم به یک بارگی به شکل سوره بر پیامبر نازل نشده، به شکل آیه نازل شده. آنچه که در مورد شأن نزول آیاتی که گفته میشه آیات براءت است، آیات براءت است که در سال نهم هجری نازل شده. بعد از اینکه هر آیه نازل میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به کاتبان وحی میگفتن این آیه را در کنار فلان آیه یا قبل از فلان آیه یا بعد از فلان آیه قرار بدهید. بعضی اوقات سوره مکی است اما در او آیات مدنی است، بعضی اوقات سوره مدنی است در او آیات مکی است. این بنا به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی اغلب آیات یک سوره مدنی بوده یا مهمترین موضوعی که در این سوره ذکر شده مدنی بوده، به خاطر همون گفتن مکی و مدنی. متوجه هستید؟ این که این سوره کاملا در مدینه نازل شده باشه با همه آیاتش همچین چیزی نیست. مثلا به طور مثال آیه الیوم اکملت لکم دینکم در کجا نازل شد؟ در روز حجت الوداع بود به نظر مصطفی. در مکه بود، درست است؟ بله مکه حجت الوداع. ولیکن در سوره ای است که سوره مدنی است. گاهی اوقات اینطوری است. یعنی این ترتیباتی رو که شما در قرآن میبینید این بر اساس فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم و طبیعتاً که وحی الله سبحانه و تعالی بوده و خواست الله سبحانه و تعالی بوده و قرآن همینطور منظم شده بوده در نزد الله سبحانه و تعالی، اما بر اساس وقایعی که رخ میداد آیات نازل میشد و چون ترتیب را پیامبر میدانستند میگفتند این آیه در فلان جا باید نوشته شود. درست. والله تشکر استاد. زنده استاد باشید. یک سوال دارم، اجازه است کنم؟ والا کل وقت شما گرفتید. بفرمایید. بفرمایید. استاد بسیار کوتاه است. بفرمایید. استاد دکتر همین حدیث که ما چون نمیفهم ثبوت یعنی ثابت است صحیح است نه که انا مدینه العلم و علی بابها، استاد این حدیث صحت داره نداره؟ دروغ است، حدیثی وجود نداره به همچین معنی. استاد در کتاب حاکم مستدرک به نظر من حاکم نیشابوری المستدرک بله. به نظرم دمون جهت استاد من چون نمیفهم حدیث سند صحیح غلط است. من یک لحظه اگر شما وقت بدید من سند این رو خدمت شما بیان بکنم، دوستان عزیزم ببینن. همینجا برای شما ذکر استاد در جلد 4 المستدرک شاید باشه. الان من برای شما بله. بله. انا مدینه العلم و علی بابها. یحیی ابن معین در جرح و تعدیل جلد 6 صفحه 99 میگه لیس له اصل، هیچ اصلی ندارد. در تهذیب الکمال جلد 14 صفحه 28 میگه هیچ اصلی ندارد. در تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 50 ما هذا الحدیث بشه، این حدیث هیچ اصل و اساسی ندارد. و همینطور بخوایم برای شما بیاریم هیچ کس از علمای اهل سنت این حدیث رو تصحیح نکردن.
در المنتخب من العلل صفحه 172 میگه کذب لیس له اصل، این دروغ است، هیچ اصلی ندارد. امام احمد حضرت ابوبکر عمر عثمان و حضرت علی مشوره نمیگرفتن وقتی علمش بیشتر بود استاد خب این فکر کنم هست مش نمیفهم بازم مشوره زیاد اومده که مثلا حضرت مشوره میگرفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال امر میکند که وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این آیه قرآن است. پیامبر مگر از صحابه مشوره نمیگرفتن؟ پس آیا دلیل میشه که پیامبر وقتی که از صحابه مشوره میگرفتن علم صحابه بیشتر بود؟ نه خیر. خداوند امر میکنه پیامبر که وشاورهم فی الامر، ای محمد با صحابه مشوره کن، فاذا عزمت فتوکل علی الله. یعنی مشوره حضرت علی از خلافای دیگه مشوره گرفتن در امر بخاطر کدام جای مثلا از پیش داشته باشه؟ چون حضرت علی وقتی که خلیفه شدن 2 خلیفه دیگه وجود نداشتن، فوت کرده بودن، 3 خلیفه دیگه. اما در زمان خودشون بله زیاد اتفاق افتاده که پیامبر با حضرت علی مشوره کردن. مثلا در قضیه افک پیامبر با حضرت علی مشوره کرد. حضرت علی چی گفت؟ گفت یا رسول الله طلاقش بده برو یک زن دیگه بگیر. که حتی این مسئله برای حضرت عایشه خیلی گران تمام شد، خیلی ناراحت شد، توقع نداشت که حضرت علی همچین حرفی بزنه. خب این مشوره حضرت علی آیا یک مشوره درست بود؟ نبود، چون نشد. پیامبر گپشو گوش نکرد، چون پیامبر نکردن این کار رو. پس این که یک مسئله رو خدمت شما عرض بکنم، در این که حضرت علی از نگاه علم، از نگاه جهاد، از نگاه شجاعت، از نگاه سبقت در اسلام نسبت به بقیه صحابه و خلفای راشدین درجه بالایی دارند و بزرگترین درجهشان این است که جز اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب میشوند، در این شکی نیست. متوجه هستید؟ اما ببین یک سری فضائل و درجاتی رو که مثلا ابوبکر صدیق داره عمر نداره، یک سری فضائلی که حضرت عمر داره حضرت عثمان نداره، و حضرت مثلا در خود ما ببینیم در نهج البلاغه مثلا من یک خدمت شما انشاءالله که بتوانم این رو پیدا بکنم، یک تعریف بسیار جالبی است، برای من خیلی زیباست. حضرت علی و این کتاب شیعه است، یعنی کتاب اهل سنت هم نیست، اونا خودشان اعتراف میکنن. من این رو خدمت شما بیان بکنم یک لحظه. این نهج البلاغه را، نهج البلاغه کتابی است که واقعا من خیلی این رو دوست دارم، چون با وجود تغییراتی که در نهج البلاغه به وجود آوردن، اما بازم هنوز بعضی چیزای نابی در نهج البلاغه شما میتوانید پیدا بکنید. استاد متاجایی که خواندیم امیر امام همیشه میگم جز قرآن دیگر کتاب باشه اشتباهی خداره. بله دقیقاً چون تاییدی قرآن اصلا معلومات دقیقاً. ببینید شما در کتاب نهج البلاغه ترجمه آیت الله حجت الاسلام محمد دشتی در صفحه 308 کلام 164 خطبه 164 در اینجا چی میگه؟ در اینجا در خطبه 164 حضرت علی میروند پیش عثمان در وقتی که خانه حضرت عثمان معاصره است، جنگ است، میروند پیش عثمان. چی میگویند؟ همانا مردم پشت سر من هستند و مرا میان تو و خودشان میانجی قرار دادند. به خدا نمیدانم تو را چه بگویم، چیزی را نمیدانم که تو ندانی، تو را به چیزی راهنمایی نمی کنم که نشناسی. تو میدانی آنچه ما میدانیم، ما به چیزی پیشی نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم و چیزی را در پنهانی نیافته ایم که آن را به تو ابلاغ کنیم. دیدی چنان که ما دیدیم، شنیدی چنان که ما شنیدیم، با رسول خدا بودی چنان که ما بودیم. پسر ابو قحافه یعنی ابوبکر و پسر خطاب یعنی عمر در عمل به حق از تو بهتر نبودند. تو به رسول الله در خویشاوندی از آنها نزدیکتری و داماد او شدی که آنها نشدند. پس خدا را پروا کن.
سوگند به خدا تو کور نیستی تا بینایت کنن، نادان نیستی تا تو را تعلیم دن. ببینید این را حتی خیلی از شیعیان فکر میکنن که یک نوع ذمی است برای حضرت عثمان، اما ببینید چه تعریف زیبای و جالبی میکنه از حضرت عثمان. و یا در نامه ششم نهج البلاغه مثلا تعریف از ابوبکر و عمر و عثمان میکنه حضرت علی. بله سلام رو متارک بود. زنده باشید. بخیر باشید. تشکر. سلامت باشید. الله متعارفستان کنید. خدا نگهدارش. الله حافظ. خدا سلام. سلامت باشید. ببینید دوستان عزیز، همونطوری که یک سخن زیبایی که برادر ما فرمودن، ما اگر بیم قرآن را اصل و اساس قرار بدهیم در زندگی خود ما، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. اختلافات، تفرقه ها و این دشمنی ها همه از بین خواهد رفت. مشکل در کجاست؟ مشکل در روایاتی که ساختن، پرداختن، روایات ضعیفی که مثلا یکیش همین انا مدینه العلم و علی بابا، من شهر علمم و علی در اوست. خب همین چیزی اصلا با عقل جور در نمی آید که در علم یک شخص یک نفر باشد. با عقل جور در نمی آید، اصلا حرف منطقی نیست. اگر ما اهل سنت هم بر اساس هوا و هوس دنبال همچین روایت ساختگی بگردیم، روایت درست کردن که پیامبر میگه که اصحابی که نجوم به ای منهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من، صحابه من مانند ستاره ها هستند، به هر کدام از آنها که اقتدا کنید راهیاب میشوید. میگه حدیث دروغ است، گرچه به نفع ماست. ما هم اگر بر اساس هوا و هوس بخوایم عمل بکنیم، بله یک حدیثی داریم از پیامبر که گفته هر کدام از صحابه، نه همچین چیزی نیست. اگر که عمر، ابوبکر، عثمان، طلحه، زبیر، ام المؤمنین عایشه، هر کدام از صحابه، هر کدام از امهات المؤمنین خلاف قرآن، خلاف عمل پیامبر حرفی بزنن، ما به دیوار میزنیم. غیر از رسول الله کسی معصوم نیست صلی الله علیه و آله و سلم. یک روز بحث میکردم با یک برادر شیعه، گفت که به نظر شما در جنگ جمل حق با کی بود؟ گفتم حق با حضرت علی بود. گفت چی؟ گفتم بله حق با حضرت علی بود. گفت در جنگ صفین؟ گفتم حق با حضرت علی بود. گفت راست میگی؟ این اعتقاد شماست؟ ما که تقیه نداریم، بله اعتقاد ماست. حضرت علی خلیفه بود، ولی امر بود، اطاعت از او واجب بود. عملکرد نظامی بر علیه حکومت، بر علیه خلیفه، بر علیه ولی امر جایز نیست، بغاوت است. اما یک فرق بین من و تو است. گفت چی؟ برو همه کتاب‌های روایی شیعه رو بگرد که حضرت علی در باره مخالفینش در جنگ جمل و صفین چی گفته. آخوندا پنهان میکنن. چی گفته؟ اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردن. در قرآن چی میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. یعنی چی؟ اول ایمان هر دو طایفه رو ثابت میکنه. یعنی هم معاویه مؤمن بود، هم علی مؤمن بود، هم عایشه مؤمن بود، هم علی مؤمن بود. فرق ما اهل سنت با شما این است که به خاطر جنگ جمل و صفین شما 200-300 هزار نفر انسان رو تکفیر میکنید، میگید همه کافر بودن. اما ما میگیم نه، انصاف، انسان داد انصاف داشته باشه. قرآن میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، دو گروهی از مسلمان‌ها که با هم دیگه جنگیدن. پس هر دو گروه مسلمان میتوانن مؤمن باشن. بر اساس اشتباهی، بر اساس دسیسه دشمنی، بر اساس یک مشکلی به جان هم دیگه بیفتن، با هم جنگ کنن. هر دو طرف مؤمن باشن، مسلمان باشن. همچین چیزی هست. فرق ما این است. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال دارم از شما. بفرمایید. همه مقصد که بازی های در تاجیکستان با واسطه اینترنت میکنن، همه از نظر اسلام حلال است یا حرام؟ ببینید اینجا مسئله حلال و حرام نیست. این بازی ها، حالا این بازی ها چی هست؟ اگر این بازی ها بر اساس قمار باشد، در اون قمار بازی برد و باخت باشد، کسی پول میپردازد اگر که باخت،
این حرام است، قمار است. اگر در اون تصاویر و صحنه‌های جنسی باشد، زنان لخت و برهنه باشد، حرام است، جایز نیست. الله سبحانه و تعالی به انسان‌های مؤمن امر کرده و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم پوشی بکنند از نگاه به حرام. اما از نگاه ضیاع وقت که انسان بیاید 24 ساعت، بعضیا رو دیدید که گرفتار این بازی ها میشن، یک هفته، 10 روز، 24 ساعت، 48 ساعت حتی نمیخوابن، پشت کامپیوتر نشستن با این بازی میکنن. این ضیاع وقت است. نمازش قضا میشه، اذکارش قضا میشه. و انسان، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که هنوز قدم انسان بر نمیدارد در روز قیامت که از 5 چیز سوال میشود از او. از 5 چیز سوال می شود. از اول، از جوانیش که او را در چه راهی گذراند. آیا در راه بازی کردن بازی‌های کامپیوتری گذراند؟ در راه کار و زحمت و تأثیر علم و عبادت گذراند؟ متوجه شدید؟ ضیاع وقت در اسلام حرام است. جایز نیست که انسان وقت خودش رو برای اعمال بیهوده و لعب و لعب بگذراند. بله استاد. زنده باشید برادر عزیز. رحمت سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. شما خوب هستید؟ سلامت باشید، بفرمایید. استاد عزیز، ما از سال 2013 شما رو تماشا میکنیم. الحمدلله با فضل الله و با نصیحت شما ما سلامت باشید. خدا را شناختیم، این حقیقی اسلام را شناختیم الحمدلله. اما حضرت یک سوال داشتم. بفرمایید. یک توصیه از شما میخواستم بشنوم. بفرمایید. اون تقوایی که سالهای پیش از شما رو گوش میکردیم و اون تقوایی که در ما پیدا شد و حدود 2018 2019 همین تقوا از ما کنده شد. اون لذت طاعت عبادت هایی که اون وقت ها میکردم بازی نمیتونم همون لذت عبادت برم. از شما تفسیر میخواستم بشنوم. قرآن خوانی شبهایی که برای نماز میخواستیم همون ها بازی نمیتونم به همون مقصد همون طوری که اول میکردم باز نمیتونم همون طور عبادت کنم. یک تفسیر از شما میخواستیم. باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. یک روز صحابه آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن یا رسول الله، ما که در خدمت شما هستیم یک عادت عجیبی به ما دست میدهد، یک روحانیت خاصی داریم، یک تقوای خاصی داریم. یا رسول الله، از پیش شما که دور میشیم همین وضعیت از دست میدهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، گفتن اگر شما همیشه همین طور باشید که در مجلس من هستید، وقتی که در خیابانها در کوچه‌های مدینه را بروید، فرشته ها بالهای خودشان را برای شما فرش خواهند کرد. ببینید الله سبحانه و تعالی، من اینجا این آیه رو خدمت شما بیان بکنم. در سوره طه آیه 124 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که از ذکر الله سبحانه و تعالی دوری میکند، الله سبحانه و تعالی دلش رو تنگ میکنه، زندگیش رو تنگ میکنه. ذکر الله سبحانه و تعالی است که قلب انسان رو، روح انسان رو همیشه بیدار میکنه. در جای دیگه میگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله است که قلب انسان آرام میگیره. وقتی انسان یاد خدا رو نمیکنه، از ذکر الله سبحانه و تعالی غافل میشه، این قلب تنگ میشه، این زندگی انسان
تنگ و تاریک میشه. دیگر اینکه گناه، وقتی که انسان از ذکر الله سبحانه و تعالی دوری کرد، شیطان و هوا و هوس و لذت و شهوت دنیا انسان رو به سوی خودش میکشانه، تا اینکه انسان مجبور میشه به خاطر این وساوس شیطان گناه میکنه. یک گناه کرد، یک نقطه سیاه در این قلب گذاشته میشه. دو گناه کرد، دو نقطه سیاه گذاشته میشه. سه گناه کرد، سه نقطه سیاه در قلب گذاشته میشه، تا اینکه همه این قلب سیاه میگرده. والعیاذ بالله. قلب انسان که سیاه شد، یا به قول معروف در فارسی میگن زنگار گرفت. آهن دیدید گاهی اوقات آهن رو در یک جای رطوبت بگذارید، بعد از مدتی اطرافش رو یک زنگ میزنه، زنگ آهن رو میخوره. این ترکیب کیمیایی که با اکسیژن صورت میگیره، این آهن رو میخوره، زنگار میگیره، اون زیباییش رو از دست میده. حالا ظرف آهنی باشه، شمشیر باشه، چاقو باشه، یا هر چی که باشه، اینو میگن زنگار. در قرآن کریم بل ران علی قلوبهم، این زنگار گرفته قلب‌های اونها رو. به خاطر چی؟ به خاطر اعمالشان. برادر عزیز، از گناه دوری کنید، ولو این که خیلی کوچک باشه. وقتی که انسان یک گناه رو میکنه، میگه برو بابا چی هستی، خیلی مسئله عادی است. به طور مثال اذان داد، باید به طرف مسجد بره نماز بخونه، میگه حالا مهم نیست، جماعت نشد در خانه میخوانم. این یک گناه هست، نباید انسان دست کم بگیره این گناه رو. این گناه سبب میشه که الله سبحانه و تعالی انسان را عذاب میکنه. به چی؟ به گناه دیگر. جماعت رفتن رو ترک کرد، به ترک جمعه خداوند عذابش میکنه، به ترک مسجد عذابش میکنه. آهسته آهسته چی میشه؟ این گناه ها زیاد میشه تا اینکه قلب انسان رو زنگار میگیره. قلب که زنگار گرفت، دیگه از قرآن خوشش نمیاد، از ذکر خوشش نمیاد، از صحبت صالحین، علما، دعوتگران خوشش نمیاد، از یاد خدا اصلا خوشش نمیاد. و این بدترین مرحله است که انسان مسلمان میتونه به او برسه. نفل رو ترک میکنه، خداوند به وسیله ترک سنت عذابش میکنه. سنت رو ترک میکنه، خداوند به وسیله ترک واجب عذابش میکنه. واجب رو ترک کرد، خداوند به وسیله ترک فرض عذابش میکنه. این رو باید اصلاح کرد، قلب رو باید اصلاح کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که در بدن ما پاره گوشتی است که اگر او اصلاح شد، همه بدن اصلاح میشه. اگر او فاسد شد، همه بدن فاسد میشه، و اسمش قلب است. خواندن قرآن کریم، ذکر الله سبحانه و تعالی، هم قلبتان را آرام میکنه، هم دلتان را شاد میکنه، هم شما را تشویق میکنه به عبادت. باور کنید امین امروز، امین الان شروع بکنید با استغفار، با طلب استغفار. ببینید یک 10-15 دقیقه که استغفار کردید، قلبتان میخواد که بیاد 1-2 صفحه قرآن بخونه. قلبتان که این رو خواست، برید 1-2 صفحه قرآن بخوانید. باور بکنید که وقتی 2 صفحه قرآن خواندید، امکان نداره که امشب برای نماز تهجد بلند نشید. و نماز تهجد رو اگر خواندید، فردای زندگیتون رو با دیروز مقایسه بکنید که چقدر احساس آرامش میکنید، چقدر احساس اطمینان میکنید، چقدر احساس برکت میکنید در زندگیتون. 2 نفرید، در یک جا کار میکنید، هر دوی شما مثلا ماهانه 1000 دلار حقوق میگیرید. یکی با قلبی مطمئن، با ذکر الله سبحانه و تعالی، با ادای عبادات، آخر ما این حقوق رو میگیره، خداوند این 1000 دلار رو برکت 10,000 دلار در زندگیش میده. اما یکی 1000 گرفته، آخر ما ببی قرضدار، بدهکار، در بدر، بچهش مریض، زنش مریض، خودش مریض، مشکلات دارم، فلان دارم. دیدید خیلی هستن پول دنیا رو کسب میکنن اما خوشحال نیستن در زندگی. چون این سعادت و خوشبختی، الله سبحانه و تعالی نگفته که با پول انسان قلبش مطمئن میشه، گفته الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله سبحانه و تعالی، ذکر الله سبحانه و تعالی قرآن کریم است.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن کریم است ذکر الله سبحانه و تعالی. قرآن بخوانید و اذکار و دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت صحیحش ثابت است برای ما، اونا رو هیچ وقت ترک نکنید. دعای قبل از خواب رو ترک نکنید، دعای بعد از بیدار شدن از خواب رو ترک نکنید، اذکار صبح و شام رو ترک نکنید، اذکار بعد از نماز رو ترک نکنید. اینها همه به انسان آرامش میبخشه. به هرچی بیشتر این اعمال شایسته رو انجام بدید، همان اندازه به خدا نزدیک میشید و از شیطان دور میشید. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق ذکر الله سبحانه و تعالی، توفیق پیروی از قرآن کریم، توفیق تلاوت قرآن کریم، توفیق یاد کردن الله سبحانه و تعالی رو نصیب بکنه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة